میگه که یه بازرگانی 1000 دینار ضرر کرد. به پسرش گفت به کسی چیزی نمیگی ها. پسر گفت امر شماست، ولی خب چه فایده‌ای داره که ما سکوت کنیم؟ گفت تا مصیبت دو نشود. گفت مصیبت ما الان این ضرریه که بهمون خورده، مصیبت دومم دشمن شاد کنی هستش. میگه مگوی اندوه خیش با دشمنان، که من میگم با دوستانم نگو، که لا حول گویند شادی کنان. میگه اولش میگن لا حول ولا قوت الا بالله، در بیان این که من چقدر دلم میسوزه و در دلشون بشکن و بالا میندازن خوبه یه ضرری هم به این بخوره، چقدر این ببخشید خرشانس همه شانس میاره، بذار یه کم بدشانسی بیاره. ما شاید در گفتار از کسانی شکست بخوریم، ولی در سکوت از هیچ کس شکست نخواهیم خورد.